$100 60 دینار میشه. دینار اردنی. هذا خط سليمين خليك على شمالك. روح خليك على شمالك هذا خط سليم. هذا خليك تسوي المطاف الله لا يوفقك. انت وين رايح يا شيخ؟ ها؟ عمان رايح؟ ايوه. لا والان معك نعم. الى الاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اینجا اردن های و بجاوز اومده مکانی جای اصحاب کهف. در سوره کهف اومده یک سوره قرآن با نومی همین کهف های اصحاب الکهف. 7 کس بودن همجا اومده موزی انشاءالله. اینجا مسجد هم داره، جای نماز خونی هم داره. این مسجد شای از مسجدی که در همجا روز کدگه در اونجا آیت قرآن نایستگه در جای منبر امام بفکرم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أيوه ما قصه میکنیم بر تو اخباری اصحاب کهف به درستی، یعنی چه خیلی که بود. آنها یک گروه بچه ها یاشی بودن که ایمان آوردن و اما آنها را چی کردن. اینه مسجد درونه. لا هكذا وصور احسن. انا اصلا اول مره اتكرر. اینه مسجد همه اصحاب کهف درون شه بنده مجلس کردگی نماز پیشینه خوندیم قطع عصر. اینه جای بیرونش، جایی که بیرون خواهد. مسجد کلون نیست، مایده های مقصد در منطقه راست که کدمی اومد تماشا کرد نماز شب خونه. بسیار جاش تازه شو برای این بالا سازی میریم میبینیم چی گفته خیلی انشاءالله. اینجا مکتبش بود است، جای کتاب خونش. سلام علیکم.